هر صفت از صفاتهای الله سه سوال رو در بر میگیرد. هر صفت از صفاتهای الله سه سوال رو در بر میگیرد. سوال یکم، آیا آن حقیقی است و چرا؟ آیا صفات الله حقیقی هستند و برای چی؟ سوال دوم، آیا تکییف، کیفیت کردن، کیفیت آن را ذکر کردن برای الله جایز است و برای چی؟ اگر جایز باشه برای چی؟ سوال سوم، آیا با صفات مخلوق، صفات الله آیا با صفات مخلوق مانند است؟ مانند شده میتواند و برای چی؟ سه سوال رو در بر میگیرد. و جواب به سوال اول، بله، صفات الله حقیقی است. صفات الله حقیقی است. چون در اصل گفتار سخن این حقیقی است، پس هیچ کس نمیتواند این را از آن بیرون بسازد جز با دلیل صحیح قطعی. فهمو؟ چون الله گفته است و کلم الله موسی تکلیم، الله چیز با موسی سخن گفت، پس صفات او حقیقی است. و جواب بر سوال دوم، سوال دوم چی بود؟ آیا تکییف، کیفیت کردن آن جایز است؟ کیفیت آن را بیان کردن جایز است و چرا؟ جواب، نه، جایز نیست. کیفیت صفات الله را گفتن این جایز نیست به هیچ وجه. دلیل آن سخن الله سبحانه و تعالی است. الله میفرماید که ولا یحیطون به علما، و علم آنان یعنی علم انسان ها او الله را در بر نمیگیرد. علم الله همه چیز را فرا گرفته است، اما علم انسان چیز الله را به هیچ وجه فرا نمیگیرد مگر آن چیزی که الله از خود در کلامش بیان کرده باشه یا که رسول الله صلی الله علیه و آله بر ما بیان کرده باشند. چون زیرا میفرماید شخص، زیرا عقل کیفیت صفات الله رو درک کردن نمیتواند. عقل اینو درک کردن نمیتواند. این جواب دوم بود. اما جواب سوم، گفتیم در هر صفت از صفات الله سه سوال پیدا می شود. سوال سوم چی بود؟ آیا با صفات مخلوقان تمثیل مانند می شود و برای چی؟ جواب بر این، جواب سوم، با صفات های مخلوقات به هیچ وجه صفات الله مانند شدن نمیتواند. چون الله میفرماید که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیز از مخلوقاتش، نه در ذاتش، نه در ذات الله، نه در نام ها و صفاتهایش مانند او نیست. هیچ کس هیچ چیزی مانند او سبحانه و تعالی نیست، نه در ذاتش و نه در صفاتش، نه در نامهایش. زیرا الله لایق کاملی است و بالاتر از الله چیزی نیست. بالاتر از الله چیزی نیست. پس نمیتواند با مخلوق خالق مانند باشد. زیرا مخلوق ناپوره است. مخلوق آفریده شده است. الکی ضعیفی در آن دیده می شود. به نیازهای بیشتر نیاز دارد. به چیزهای بیشتر نیاز دارد. پس مخلوق ناقص، ناپوره است و الله خالق و پوره و کامل است. پس شیخ می‌فرماید که تفاوت، نکی گوناگونی بین تکییف، کیفیت و تمثیل مثال در آن است که این که تمثیل یعنی مثال زدن، بیان و ذکر کیفیت صفت است. بیان کردن و ذکر کیفیت صفت که این بر محدودیت آورده می‌رساند. و کیفیت باشد بیان و ذکر کیفیت صفت، این گونه است. کیفیت آن را بیان کردن که هر دو این ناممکن است در شأن الله سبحانه و تعالی ذکر کردن. اگر ما در تمثیل مثال بزنیم، در مثال زدن مثال بزنیم، کسی میگه که دست الله مثل دست آدم است. کسی میگه که دست الله مثل دست آدم است. در مثال اگر تمثیل مثال زدن اگر بگوییم، در حالی که این قطعا جایز نیست. حتی میتونه دستی گاو با مثل دست آدم باشد. نه، دست مخلوقات با مخلوقات مانند نیست. دست مورچه، دست پیشک میتونه مثل آن باشد. پس مانند که در بین مخلوقات که اینها با همدیگه مانند نیست، پس اولا هست که دست الله سبحانه و تعالی لیس کمثل شیء، مثل مانند الله خاص چیزی نیست. این مثال تمثیل بوده، تمثیل مثال زدن. اما تکییف، کیفیت، مثال کیفیت میگه دست الله را با گونه معین توصیف و وصف میکند. دست الله را با گونه یک انسان وصف و توصیف میکند که با دست مخلوقات مانندش میکند. کیفیتش فهمو؟ میگه کیفیت دست الله مانند کیفیت دست انسان همین گونه است. اینم قطعا جایز است از دیدگاه شریعت و این درست است و این مخالف عقیده اهل سنت و جماعت است.